سلام به همه شما عزیزان، خیلی خوش اومدید به 11مین ویدیو از سری آموزشی جاوا اسکریپت. من صادقم و اینجا چنل صادق سورس کده. قبل از شروع این قسمت اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید، الان فرصت مناسبیه که این کار رو بکنید و دکمه زنگوله رو هم در حالت آل قرار بدید، چون این سری آموزشی ادامه داره و با این کار هر موقع که من ویدیوی جدید منتشر میکنم یوتیوب شما رو مطلع میکنه. توی قسمت قبلی با برنامه نویسی همزمان و ناهمزمان یا همون سینکرونوس و ایسینکرونوس آشنا شدیم و همچنین دیدیم که چطوری میشه بعد از اینکه یک برنامه یا فانکشن کارش تموم شد به همون اطلاع بده که کارش تموم شده و ما کاری که باید انجام بدیم رو ادامه بدیم یا به اصطلاح بهش یک کال بک بدیم. حالا امروز میخوایم بریم سراغ پرامیس. پرامیس در واقع یک آبجکت توی جاوا اسکریپت، مثل آبجکت دیت که باهاش یه سری کارها رو میشه انجام داد. این پرامیس کاریه که قراره در آینده انجام بشه و حتما این اتفاق خواهد افتاد. مثلا شما قول میدید که امروز بیشتر از دیروز برای ارتقاء سطح کیفی زندگیتون کاری انجام بدید. این میشه یک پرامیس. حالا این قولی که دادید 3 تا حالت داره. حالت اولیه‌اش حالت انتظاره، یعنی تا آخر امروز منتظر میمونیم تا شما به قولتون عمل کنید. بعد که انتظارها به پایان رسید، شما یا به قولتون عمل کردید و یا اینکه ازش عبور کردید و کلاً انجامش ندادید. این که قبلتر گفتم حتما اون کار انجام میشه به این معنی بود، یعنی اینکه یا فیلد میشه کاری که میخواین انجام بدید یا که کاملاً ساکسس میشه. اگه انجامش بدید این قولتون رو، این قول به حالت فولفیل تغییر پیدا میکنه و اگر به قولتون عمل نکنید به حالت ریجکتد در میاد. هر دو حالت فولفیل و ریجکتد میتونه برنامه ریزی بشه که اگر اتفاق افتاد چه کاری بعدش انجام بشه، مثل همون کالبک که توی ویدیوی قبلی دید. بریم همین مثال رو به کد تبدیل کنیم. میایم اینجا چپتر 10 رو میسازیم و داخل چی شد؟ من ناملاکم قفل بود. چپتر 10 عالی. حالا داخل این فقط یه فایل index.js میخوام و قراره که اینجا ادامه بدیم. گفتیم که این پرامیس یک آبجکته و برای استفاده ازش میتونیم یک اینستنس ازش بگیریم و استفاده کنیم. پس میایم میگیم که let کن my promise رو و قرار شد که یک آبجکت باشه دیگه. پس میایم اینستنس میگیریم، میگیم new promise. چی شد؟ نه. این پرامیس. حالا این پرامیس یک اکزیکیوتر داره که 2 تا مقدار ریزالو و ریجکت به خودش میگیره. پس ما میگیم اکزیکیوترش یه فانکشنه ها. میتونید این شکلی بنویسید و بگید که فانکشن من یک چیزی داره، حالا یه ورودی ریزالو و ریجکتد داره، ریجکت در واقع داره و میتونید ادامه بدید. حالا من چون اینجا میخوام از ارو فانکشن استفاده کنم دیگه نیازی به کلمه کلیدی فانکشن ندارم. پس میام اینجا ارو فانکشن رو ایجاد میکنم و میریم ادامهش میدیم. خب قسمت اول قسمت ریزالوه. حالا اینجا باید بگم که چه کار ناهمزمانی میخوام انجام بشه و طی چه شرایطی باید مقدار ریزالو و ریجکت رو فراخوانی کنم. خب اینجا میایم از یک ست تایمات استفاده میکنیم، مثل مثال قبلی که میخوایم یک کاری رو انجام بدیم و میگیم بعد از 2 ثانیه کاری که میخوایم رو انجام بده. کارمون که چیه؟ میگیم ریزالو رو برای ما کال کن. ریزالو مثل یه جورایی بخوای نگاش کنی بهش مثل همون یه کالبکیه که داره اتفاق میفته. حالا بریم این کار رو انجام بدیم، یعنی بریم که ریزالومون رو داشته باشیم. قبلش اینو یادم رفت بگم، این ریزالو یه دیتایی رو میتونه بهمون بده. حالا هر نوع دیتایی میتونه از جنس انیه دیگه، هر چیزی میتونید بهش بدید. من اینجا میام یک دونه پیغام متنی ساکسس میدم. خب و تمام. حالا قراره که این پرامیسمون انجام بشه. میبینید این چیزی که الان میبینید اینجا میاد و برای من مینویسه به خاطر یک اکستنشن خیلی بامزه است توی
VS Code که فکر کنم اسمش چی بود، بلک باکس. آره بلک باکس خیلی باحاله، میاد پیش بینی میکنه که شما چه کدی رو میخواین بنویسید و اون رو بهتون پیشنهاد میده و اینجا اگر من بیام تب رو بزنم همون دقیقاً برای من پرینت میشه. دقیقاً همون کاری بود که من میخواستم انجام بدم. میخواستم مای پرامیس رو بگیرم، بعدش بیام پیغام ریزالت ساکسس رو بهت بدم. این هم خیلی باحاله. این قسمت اینجاش که دقیقا یادم نیست چه اکستنشنیه، ولی میذارم لینک هر دو تا این اکستنشن هایی که اینجا میبینید دارن برامون کار میکنن رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. خیلی باحالن، حتما استفاده کنید. اصلا هر چیزی که کد زدن شما رو راحت تر میکنه رو استفاده کنید، ولی کد رو کامل متوجه بشید و بعد بدید دست اینها. خب بذار ببینیم اینجا چی شد اصلا. خب من اینجا اومدم یه دونه ریزالت گذاشتم در واقع، بعد اومد اینجا من اینا رو ببرم توی یک لاین دیگه. خب بهتر شد. اینم دیگه نیازی ما نداریم. اینجا اومدیم گفتیم پرامیسمون رو کال کن. این دن میگه وقتی که ریزالو انجام میشه. خب میگه وقتی که ریزالو انجام میشه توی بلاک دن بیا، مقداری که میده رو بگیر و بعدش گفتیم اینجا بیا چیکار کن، بیا اینو لاگش کن، بگو ریزالتمون این چیزیه که اومده داخلش. خب سیوش میکنم، میریم توی ترمینالش درست نیست، بیایم اینجا. خب اینم ببندیم. آره حالا بیایم اجراش کنیم، بگیم نود ایندکس. به 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 چقدر قشنگ. میگه نیو پرامیس. چرا من با سی نوشتم؟ همچین چیزی نداریم. حالا درست شد تفلی. خب یه بار دیگه کلیر کنیم و برنامه رو اجرا میکنیم. میبینیم بعد از 2 ثانیه میاد و پیغام ریزالت ساکسس رو به همون میده. یه خورده اینجا رو به صورت مجزا نمیتونستیم زومش کنیم، متاسفانه همش با هم زوم شد. اوکی بهتر شد. پس اومدیم کارمون رو انجام دادیم و پرامیسمون هم انجام شد. حالا ما گفتیم دیگه همزمان برنامه نویسی همزمان چه شکلیه؟ این شکلیه. شما میاین چون جاوا اسکریپت داره خط به خط میاد و اجرا میکنه. وقتی به یک ایونتی میرسه که همزمان باید اجرا بشه، این رو میبره توی یک بلاک دیگه ای، توی یک ترد دیگه ای انجامش میده. کارش که تموم شد میاد به همون میگه و به کارش همیشه روی ادامه میده. مثلا من اگر اینجا بیام یک کنسول لاگ دیگه بذارم و بگم که مثلا پیغام اوکی رو میخوام بدم. خب کارمون و انتظار یک برنامه نویس الان اینه که بیاد، چون جاوا اسکریپت این شکلیه که میاد خط به خط اجرا میشه، ما میخوام بیاد اینجا این کار انجام بشه، بعدش بیاد اوکی رو به همون بده. ولی اتفاقی که میفته چیه؟ اول میاد اوکی پرینت میشه در واقع، بعدش میره 2 ثانیه، یعنی این کار اینجا اکزیکیوت اینجا طول میکشه. بعد از 2 ثانیه میاد و پیغام بعدی که داده بودیم رو میاد برامون پرینت میکنه. اینم یک مرور دیگه ای برای اسینکرونوس. اگر اون ویدیو قبلی رو ندیدید حتما برید یه سر بهش بزنید. زیادم طولانی نیست، من ویدیوها رو سعی میکنم خیلی کوتاه بسازم که خیلی اذیت نشید. خب این از این. حالا ما یک حالت ریزالو رو فقط اومدیم و گفتیم که همچین حالتی داشته باشه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم که طبق یک شرایط خاصی ریزالو یا ریجکت شو. مثلا میگم ما یک سرویس رو کال کردیم یا API رو کال کردیم و بر اساس استاتوس اون API که ما کال کردیم میخوایم بگیم که این ریزالو شده یا ریجکت شده. مثلا اگر پیغام 400 بگیریم که بعد ریکوسته، میخوایم ریجکتش کنیم، بیاریم بیرون بگیم که آقا این API که شما کال کردید ریجکت شد، اگر دوست داشتی بیا یه بار دیگه کالش کن، یا به هر دلیل ریجکت شد دلیلش رو بهشون نشون میدیم. اگر هم از دسته 200 هر ریزالتی رو گرفت، هر استاتوس کدی رو گرفت،
بیایم و ریزالوش کنیم. خب حالا اینجا اون کار رو نمیخوایم الان انجامش بدیم، با یک مثال خیلی ساده تر میخوایم بریم سراغش. من اینجا یه ست تایم‌اوت میذارم و توی این ست تایم‌اوت میخوام بگم اگر شرایطی که من میخوام در نظر بگیرم اوکی بود، بیا و ریزالو شو. در غیر این صورت میتونم اینجا بنویسم else و ریجکتش کنم و بگم ریجکت شو و اینجا هم یک پیغام خیلی معمولی میگیم ریجکت شده. الان چه اتفاقی میفته اینجا؟ الان میاد توی شرط اینجا و میبینه خب شرایط اوکیه، همه چیز بر وفق مراده و ریزالو کال میکنه و بعدش میاد بیرون. خب برای همین دیگه قسمت ریجکتی کال نمیشه. بریم یه بار تستش کنیم. نوت ایندکس 2 ثانیه صبر میکنیم و میگیم که ریزالت ساکسس شد. حالا اگر من اینجا بیام و شرایطم رو برعکس کنم، بگم شرایط من الان دیگه فالسه، به هیچ عنوانی قرار نیست ریزالو کال بشه، میاد توی قسمت ریجکت و قسمت ریجکت برای من کال میشه. یه بار دیگه تست 2 ثانیه بعد میبینیم که چی شد. 911, what's your emergency? میگه که شما این باحال بود یادم رفته بود، خوب شد بهم گفت. ما قسمت ریجکت رو اومدیم و کال کردیم، یعنی گفتیم که ریجکت بشه، اما توی پرامیسمون برای ریجکتمون هیچ برنامه‌ای نداریم، برای همین خطا خورد. گفت که فقط شما قسمت ساکسس یا همون ریزالو رو اومدی هندل کردی، قسمت ریجکت رو هندل نکردی. برای اینکه قسمت ریجکتمون بخواد اجرا بشه میایم از کچ استفاده میکنیم. خب میتونیم دوباره بنویسیم my promise dot catch و اینجا اون مقداری که میگیره اروری میگیره یا هر چیزی شما دلتون میخواد بنویسید. من دوست دارم همش ریزالت باشه و این رو من کپی میکنم میذارم اینجا. الان دیگه نباید بهمون خطایی بده و ریجکتمون باید کار کنه که دوباره ریجکت رو داد. به خاطر اینه که الان بهتون میگم چرا. به خاطر اینه که این مای پرامیس این باید بیاد بچسبه به این، یعنی قسمت کچش بعد از دن باشه، همشون توی یک بلاک باید باشن. نمیدونم چرا این اتفاق داره براش میفته، چون معمولا این شکلی خب باید بتونه کار کنه در اون حالت هم، اما اوکیه، مسئله نیست. من الان اومدم و ریزالت ریجکت رو داشتم. اوکیه، پس اومدیم یک دونه پرامیس ساختیم، گفتیم اگر ریزالو شدی بیا قسمت دن اجرا شو، هر چی که میدی رو بیا لاگ کن، هر دیتایی که اینجا داری رو بیا لاگ کن. اما اگر ریجکت شدی بیا توی بلاک کچ، بیا توی بلاک کچ و دوباره اون دیتایی که لازم داریم رو بیا و کچش کن. حالا یک راه دیگه هم هست، شما به جای اینکه بنویسید کچ میتونید دوباره از همون دن استفاده کنید، با این تفاصیل که مقدار اولیش رو نال میدید، یعنی یک ورودی نال بهش میدید، بعدش میرید ارو فانکشنتون رو مینویسید و میتونید اینجا چرا این شکلی شد، میتونید این کار رو بکنید که بیاد و قسمت ریجکتتون هندل بشه. ای بابا ریزالت رو ندادم بهش. میاد و قسمت ریجکتمون هم کال میشه. شما همینطور که من الان اینجا دیدید دن گذاشتم میتونید بی نهایت دن دیگه بذارید، مسئله ای نداره. شما هی میاد دن میذارید، هی میاد دن میذارید، این میاد و دیتا ها رو پاس میده به هم دیگه. یعنی من اینجا میام این دن رو که میگیرم اینجا میتونم یک ریزالتی داشته باشم. این ریزالت چیه؟ ریزالت دن قبلیه، یعنی دن قبلی هر چی که ریترن کنه در نهایت، مثلا من اینجا بیام ریترن کنم ریزالت رو، خب این از این. دن بعدی مقدار اولیش ریزالت قبلیه، ریزالت دن قبلی است. خب پس من میتونم اینجا بیام اینو پاک کنم، دوباره بیام بگم یه دونه ریزالت میگیری شما، خب و اون ریزالت رو میای و پرینت میکنه. من اینو سیوش بکنم، این رو هم ببریم توی شرایط ترو
که ریزالومون انجام بشه، ریجکت نشه. یه بار دیگه برنامه رو ران کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید 2 بار اومد و ریزالت ساکسس برامون پرینت شد. اینجا میتونیم بگیم که مثلا دن 2 ریزالتمون این شده که کامل متوجهش بشیم که چه اتفاقی افتاده اینجا. 2 ثانیه صبر و بعدش میبینیم که همین اتفاق افتاد. این برای چیه؟ شما میتونید اینجا گفتم دیگه n تا دن بذارید. مثلا میخواید دیتای این رو بگیرید، یه تغییر روش انجام بدید، بعد بدید به دن بعدی. دن بعدی بیاد اون دیتا رو یه جایی ست کنه، یا مثلا میگم توی لوکال استوریج توی کوکی میخواد ستش کنی، بعدش میخوای ببریش نمیدونم فلان جا، یه کار دیگه، هزار جور بلا میشه سر دیتا در آورد دیگه. میتونی هر کاری بکنی و به ترتیب هم میخوای این کارا رو انجام بدی. یعنی اول مثلا میگم اینجا کامنت بذارم، مثلا بگم که قرار تو کوکی ذخیره بشه اینجا، بعدش بیاد اینجا بگیم که مثلا دیسپلی دیتا داشته باش اینجا، بعدش نمیدونم این پایینتر بیا برو نمیدونم ساعتش رو عوض کن به از میلادی تبدیلش کن به شمسی، بعدش بیا نشونش بده و هزار جور کار دیگه، تا کار دیگه میتونید اینجا انجام بدید با این دنهای پشت سر هم. ولی حتما بلاک کچ رو هم داشته باشید. بلاک کچتون، یا من پیشنهادم اینه که حتما از کچ استفاده کنید، اما چه میدونم از کلمش حال نمی کنید، هر اتفاقی که میفته حواستون به این قسمت باشه. مقدار اولیتون همیشه برای کچ بودن ناله، بعدش بیاین و فانکشنتون رو بنویسید، ریزالتتون رو داشته باشید و بیاید بقیه کارها، هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. اینو من اینجا کپی کنم و اینجا هم بذارم catch result و تمام. پس اینجوری شما اومدیم یک پرامیس ساختیم این بالا. بذارید اینجا رو کوچیک‌تر کنیم بریم بالاتر. خب اینجا اومدیم یک پرامیس ساختیم، بهش یک کار ایسینکرونوس دادیم، ناهمزمان دادیم، گفتیم برو انجامش بده طبق شرایط کاری که انجام شده. ما اینجا یه ایف و الس داشتیم، گفتیم اگر همه شرایط اوکی بود بیا ریزالو رو انجام بده، در غیر این صورت بیا و ریجکت رو کال کن. خب این از قسمت پرامیسمون. حالا این رو میبندیم. بعدش اومدیم پرامیسمون رو در واقع ازش استفاده کردیم، چون همون اول که میاد برنامه شروع میشه، یعنی این فایل index.js تون شروع به خوندن میکنه، این قسمت میره اجرا میشه، چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد. شما اینجا نهایتا میتونید بیاد و ازش استفاده کنید، میتونم ازش استفاده نکنید، هر کاری که صلاح هست. بعد اینجا اومدیم و ازش استفاده کردیم، گفتیم اگر بلاک ریزالو اومد کال شد بیا تو قسمت دن ریزالت رو بگیر و برامون لاگش کن. اومدیم یک دن دیگه هم نوشتیم برای اینکه بدونیم چند تا دن هم میشه نوشت. گفتیم توی دن بعدی هرچی این ریزالتی که میاد ریزالت دن قبلیه، خب ریزالت دن قبلیه اون رو بگیر و بذار توی این ریزالت، اینجا دوباره لاگش کن و در نهایت دوباره با دن اومدیم شبیه ساز کچ رو انجام دادیم که این رو من می نویسم همون کچ که دیگه مشکلی هم اینجا نداشته باشیم. و در نهایت هم اومدیم بلاک کچ رو نوشتیم در حالتی بود که پرامیسمون ریجکت میشه. اوکیه؟ حالا به غیر از این دو حالت یه حالت دیگه ای هم وجود داره. حالت آخری چیه؟ فاینالی. همینجور که از اسمش مشخصه، خب توی فاینالی دیگه مهم نیست که پرامیس ما ریجکت شده یا ریزالو شده. خب آفرین چقدر قشنگ کنسول لاگ فاینالی رو آورد. مهم نیست برای چه اتفاقی میفته، در نهایت این قسمت بلاک فاینالی میاد و اجرا میشه. یه بار دیگه برنامه اجرا بشه، لاگا رو ببینی. بله ریزالت ساکسس اومد، دن تو ریزالت دن تو چی نوشتم
دن دومی اومد، ریزالتش همون ساکسیزی بود که از ریزالت قبلیه یا از همون دن قبلیه گرفته بود اجرا شد و در نهایت هم فاینالی اومد و اجرا شد و تمام کار در اومد. خیلی ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. آرزوی خوشحالی از ته دل رو برای همه شما عزیزان دارم. توی سورس کد بعدی منتظر نگاه های گرمتونم. فعلا